والی پیشاور با کمک افغانهای فراری و ارتش محلی موفق به گردآوری 20,000 نیرو شده بود. او تصمیم گرفت بدون دریافت یاری از دولت مرکزی خود مسیر کوهستانی منتهی به پیشاور را به روی ایرانیان ببندد. نادر پس از بررسی کامل منطقه به این نتیجه رسید که امکان تشکیل صفوف نظامی برای نفوذ در استحکامات دفاعی دشمن وجود ندارد. بنابراین 12,000 نیرو را نزد فرزندش مرتضی میرزا قرار داد تا در این سوی تنگه بمانند. سپس خود به کمک یک راهنمای محلی با 10,000 سوار سبک اسلحه راهی دشوار به طول 80 کیلومتر را پیمود تا خود را به پشت دشمن برساند. در این هنگام وی با تشکیل خطوط تهاجمی با یک یورش برق‌آسا پشت خطوط دشمنانش را از هم درید و با وجود برتری 2-1 نفرات دشمن، سواران ایرانی با حداقل تلفات ممکن ارتش ایشان را در هم کوبیدند و بسیاری از ایشان از جمله والی پیشاور را به اسارت خود درآورد.